مقامات و طراحان مراکش میگویند کرته و کمزول عربی مد می شود. همه ساله درآمد از فروش لباس‌های ملی 32 میلیون درهم را تشکیل می‌کند که معادل تقریباً 3.5 میلیون دلار است. وزیر هنرهای مردمی جمیله المصلی میگوید این کرته‌ها در خارج از مراکش امکانات بزرگ رشد را دارند. کرته‌های ملی عربی در مجموع 16% محصولات دستی صادراتی را تشکیل می‌کند. از نگاه من این خیلی مهم است. کمزول را شخصیت‌های معروف نیز در روزهای خاص به بر می‌کنند. برای مثال سابق بانوی اول امریکا میشل اوباما به هنگام سفری رسمی به مراکش در تن کرته عربی داشت. همچنین یکی از ستاره‌های هالیوود میریل استریپ نیز چند دفعه با این گونه کرته ظاهر شد. طراحان برای تهیه یک کرته تقریباً 2 ماه زحمت میکشند، زیرا همه گلدوزی‌ها دستی دوخته می شود. هزارها خیاط در شهرهای بزرگ فاس، رباط و مراکش به آفریدن نقش و نگار زیبا در کمزول‌ها مشغولند.